خانواده حسن یادگورف ساکن شهر ترسونزاده که برای شکنجه او 3 کارمند میلیسا محکوم به زندان شد از وزارت امور داخلی تاجیکستان 400,000 سومانی جبران ضرر طلب دارند. گلچهره خولمت و رهبر گروه یاری حقوقی ائتلاف ضد شکنجه روز 4 اپریل به رادیوی آزادی گفت وضع سلامتی حسن در پی شکنجه کارمندان پیشین میلیسا بد شده است. او افزود که عریضه دعوایی را دادگاه نویه اسماعیل سامانی دوشنبه پذیرفته است و در نظر است روزهای نزدیک مرافعه‌های دادگاهی برگزار گردد. نصرت الله محمدزاده سخنگوی وزارت امور داخلی به رادیوی آزادی گفت تا حال هیچ معلومات رسمی در مورد دعوای جبران ضرر نسبت به حسن یادگورف به این نهاد نرسیده است. بنابراین نمیتواند در این باره بیشتر صحبت کند. قبلا ماموران میلیسا که برای دست داشتن در شکنجه حسن محاکمه میشدند چنین اتهام را بی اساس میدانستند. حسن یادگورف سال 2017 با اتهام کشتار بازداشت شد و پس از 8 ماه بعد یافتن قاتل اساسی او را رها کردند. وی بارها تاکید نموده است که زیر شکنجه سخت کارمندان میلیسا مجبور شد که جنایت را به گردن گیرد. 3 مامور میلیسا که با اتهام شکنجه یادگورف زندانی شدند هنگام مرافعه‌های دادگاهی دست داشتن خود را در شکنجه و اذیت او رد میکردند. مفتشان گفتند آثار شکنجه در بدن این ساکن 38 ساله شهر ترسونزاده دیده می شود. شرافت نظیرقلوه مادر حسن یادگورف میگوید آثار شکنجه تا هنوز در بدن پسرش نمودار است. زانویش را باید جراحی کنند. از شکنجه در پای راستش بیماری کست ارتروز یعنی درد استخوان‌ها پیدا شده. آهن پای چپش نیز از جایش بیجا شده است که باید جراحی گذراند. بعد از محبس برآمدن زود نفسش میگیرد. در سرش زدند. بدنش ورم کردگی بود. پسرم به طبابت نیاز دارد افزود او. مفتشان مقامات دادستانی شکنجه نسبت به این ساکن 38 ساله شهر ترسونزاده را تصدیق نمودند. دادگاه عالی تاجیکستان سال گذشته 3 افسر میلیسا را برای شکنجه حسن یادگورف از 10 تا 13 سال محکوم به زندان کرد. بر اساس حکم دادگاه کارمندان سابق میلیسا ایرج نعیموف 10 سال، سعید دولتزاده 12 سال و شیرعلی عزیزوف به 13 سال زندان محکوم شدند. قبلا نزدیکانشان در صحبت با رادیوی آزادی آنها را بیگناه دانسته بودند. این 3 کارمند وزارت کارهای داخله در شهر ترسونزاده به گفته دادگاه از عهد وکالت‌های منصبی برآمده برای ساختکاری و شکنجه سال 2017 حسن یادگورف را مجبور کردند که قتل دمیتری کریموف یک پیشخدمت را اعتراف کند. در نواری که تلویزیون تاجیکستان ماه دکبر سال 2017 پخش کرد یادگورف نقل کرد که چگونه با استفاده از کارت به طرف چپ راست و قفس سینه دمیتری کریموف ضربه زده او را کشت. پس از 8 ماه بازداشت قاتل اصلی پیدا شد و یادگورف را رها کردند. در تاجیکستان شکنجه گمانبران و به دست آوردن اعتراف مجبوری متهمان به یک مسئله داغ تبدیل شده است. مقامات میگویند در پی تنقیدهای زیاد جزا را برای بدرفتاری و شکنجه سخت‌تر کردند. بنا به قانون شخصی که دست به شکنجه میزند تا 15 سال از آزادی محروم خواهد شد. بعضی از حقوقدانها میگویند سخت‌تر کردن جزا تا یک اندازه ماموران انتظامی را به اصطلاح به خود می‌آورد اما مشکلات را پرراه حل نمی‌کند.